با سلام. رسیور اسکای وان، این رسیور قسمت های برای به‌رسانی و کد بایاس رو میخوان بکنین. تو قسمت منو میریم، بعد قسمت این بالا که برای مرتب کردن کانال هاست، آشنایی با این رسیور. کانال ها رو چجوری مرتب کنین؟ میشه منو رو بزنین، مو رو بزنین، بعد وقتی یک کانال رو انتخاب کردین، مثلا این قسمت فودو، بعد میرین قسمت اینفو رو میزنین، بعد دوباره میرین قسمت بالا استوپ میزنین، استوپ مال فیلم، میرین کدوم شبکه است، یاست مثلا یاست، میرین به این آیا میتونین انتقال بدین؟ میگیم نه. یا اگه میخوان انتقال بدین اینو به یه قسمت دیگه، میتونین از این استفاده کنین. بعد از این خارج میشیم. قسمت دیگه هم هست در مورد نصب کانال ها. نصب به چه صورت کانال ها رو نصب میکنین؟ میایین چیت خودتون انتخاب میکنین. موقعی هست که برنامه ندارین، مثلا یاست انتخاب میکنین، یاست میزنین، بعد میایین این قسمت کانال اسکن سرچ میکنین، کانال هایی که میخواین رو سرچ میکنین. بعد یکی دیگه قسمت لیست کانال هاست. این لیست کانال ها میتونین کانال هایی رو بدین اضافه کنین که با دکمه سبز میتونین کانال اضافه کنین. کانال هایی که جدید که هست توی تلگرام هست میتونین وارد کنین. بعد از این هم میتونین. بعد قسمت دیگه این همین قسمت پیشفرض هست که میتونین رسیور خودتون رو بروز کنین، بعد برنامه جدید روش نصب کنین. بعد مال قسمت های دیگهش در برنامه آینده اگر چیزی میخواین، ما برای دفعه بعد قسمت های دیگه رو که نشونتون میدیم. این قسمت هست که رو سیستم میرین، سوپر سیتینگ هست که با این میتونیم کانال هایی که کد داره رو باز کنیم. مثلا کانال ورزش تاجیکستان، ورزش ایران کانال 3 و ورزش شبکه ورزش و کانال های دیگر. در خدمتتون هستیم. اگر سابسکرایب کنین، زنگوله هم جواب کنین. بعد نظرات شما رو در برنامه آینده در خدمت هستیم. خدا نگهدار.